سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. در این ویدیو از سری ویدیوهای علوم غریبه لایتناهی اومدم براتون یک حرفی رو که 7-8 ماه پیش زدم و یک کلیپی هم ساختم در موردش و گفتم و عزیزانی که اعتراض کردن نسبت به من و گفتن نه شما دارید اشتباه میکنید استاد و شما استاد نیستید و این شخصی که در موردش گفتید یک شخص بزرگ هست و یک شخص خبره و معروف هست که فکر میکنن معروفیت به همون تعداد نمیدونم لایک هاست و معروفیت به همون تعداد دنبال کننده هاست. خب نه، این تعداد دنبال کننده ها که زیاد باشه و دارید شما میبینید به این معنی نیست که اون طرف کارش درسته، ولی وقتی دنبال کننده اشتباه باشه توی اون پیج یا کانال یا این تعداد و بعدها به این نتیجه میرسن که اشتباه کردن، پس میشه گفت اینقدر تعداد الاغ، میتونم راحت بگم اینقدر تعداد الاغ هست که نمیفهمن این شخص نفهمه. وقتی تو نفهمی این شخص نفهمه، خود تو نفهمتر از اونی. خیلی ها آمدن اعتراض کردن، گفتن چرا در مورد همون زرقات ابلیسی که شما میگید اینقدر نه بابا، چقدر دنبال کننده داره، چقدر فلان داره، چقدر بهمان داره، اینها همه اشتباه میکنن. آره اینها همشون خر بودند بلا استثناء، همشون خر بودند. ببخشید از این واژه ها استفاده میکنم، میدونید چرا؟ چون حرف میزنیم، چون میگیم، چون روشن فکری میکنیم، ولی بیدار نمیشید هیچ، تازه نغزمون هم میکنید، میشیم ما آدم های نفهم. همین زرقات ابلیس. حالا ببینید اونهایی که میلیاردها پول ازشون خورده، اومدن دارن افشاگری میکنن که چقدر پول ازمون بردن. اون وقتی استاد برهان حرفی رو زد و گفت ایشون کلاه بردارن، همه سیبلش کردن و گفتن استاد برهان داره نمیدونم حسودی میکنه. حسودی چی رو میکنه؟ حسودی کسی که هیچ چی نمیفهمه. ببینید براتون ویدیو میذارم ببینید چی میگن. دقیقاً همون صدایی که داشت تعریف میکرد ازش، همون صدایی هست که داره میگه پولای منو خورده و پولای هزاران آدمو خورده. همونی که من گفتم ادعای خدایی میکنه، همونی که گفت خدا رو احضار کردم و شیطان احضار کردم. ویدیوهاش هست و ویدیوهایی برای تجدید خاطره که من حرفشو زدم، حتی صدا رو نویز انداختم روش که نشه دقیقاً افشاگری یک شخص مستقیم، ولی حتی یه بچه هم میتونه بفهمه که 2 روز اومده توی علوم غریبه، میتونه بفهمه من منظورم کی بوده. قیامت شد وقتی که اصلا من نام استادو بردم. بعد گفت اسم شاه رو دوباره نبر که تمام عالم ما نابود میشه. حالا گوش میکنید دیگه، حرفایی که من زدم 7-8 ماه پیش و حرفایی که الان دارن میزنن. ببین به قول گفتنی یه حرفی هست ما داریم همیشه میگیمش، ببین من کی گفتم. دقیقاً دیدید من کی گفتم و بازم حرف من ثابت شد و دارید میبینید حرف من ثابت شد و متاسفانه کلاهبرداری شد و ازتون خورد و دیگه نیست، چون میلیاردها پول ازتون خورد و میبخشمتون. اونهایی که در مورد من گفتید حرفایی میزنی که در شأن اون شخص نیست و الان دیدید که در شأنش بود و الان حرفایی که میزنم دلیلم نداره که دیگه حسودیش دیگه نمی کنم، دیگه حسودی کسی رو نمی کنم، اون شخص دیگه نیستش، رفته. دیگه حسودی چیه بکنم که کسی نره سمتش؟ نه دیگه، کسی که رفت سمتشو خورد هرچی که داشت و الان نیست. نمیدونید کجاست، بهتون میگه هندم فقط، منم تو جامائیکام آمریکای شمالی. آره دیگه به این شکل. حالا شما ویدیوهایی که من گذاشتم قبلا و حتی عنوانش هم گذاشتم انسانی با ادعای خدایی نمیدونم نیست دقیقاً و ببینیدش. هرچند تیکه های براتون خواهم گذاشت در مورد
جناب عز وجل زرقات ابلیستون و عزیزتون که و من نه فقط در مورد ایشون گفتم، در مورد خیلی ها گفتم، خیلی ها در موردشون گفتم و روشنتون کردم و ببینید کی گفتم من اونهایی که هنوز افشاگریشون نکردن، اونایی که دنبالشونن و دارن پول بهشون میدن و نمیدونم فلان کار میکنن و شرکت میکنن و دروغهاشونو دارن گوش میدن و میتازن دنبالشون، ببینید من کی گفتم، مثل همون زمانی که در مورد زرقات کی گفتم، ولی نمیخواید بیدار بشید. شما تا یکی بیاد حرف راستو بهتون بگه روشنتون کنه ناراحت میشید. بلا نسبت خیلی هایی که واقعا بیدارن، واقعا میفهمن، واقعا درک میکنن، واقعا یک کلمه ای که میشنون میفهمن این کلمه چقدر صحت داره و این کلمه چقدر دروغ داره. من همه رو جمع نمیبندم، همه رو بد نمیگم، همه رو خوب هم نمیگم، ولی شما عقلتون میشه ترازوی فکرتون و میتونید به نتیجه برسید از حرفا. امیدوارم روزی بیاد که هیچ کدوممون گول نخوره و هیچ کدومتون گول نخوره و بدونید که استاد برهان دوستتون داره که من الان ساعت 3:40 بام داده و براتون دارم ویدیو ضبط میکنم، به عشقتون هست و امیدوارم زرقات ابلیس دومی نباشه که هست، زرقات هایی هستند ولی شما اونهایی نباشید که مثل اونها گول خوردن، مثل گول حرفای این کودن نفهمه، هیچی بلد نیست، زبان عاجز در مورد الکی بودنش محمد علی طاهری و نمیدونم حاج علی، نمیدونم زایر علی، نمیدونم چی، همین که نمیدونم حالا ملا علی فکر کنم، ملا علی و نمیدونم خیلی آدم های الکی و بازم تأکید میکنم رو حرفم، همشون اینا دروغگوان بلا نسبت اونهایی که واقعا دارن تو این علم کار میکنن و واقعا با تمام وجودشون دارن کار میکنن، حالا وجودشون هم نمیذارن، دارن با صداقت کار میکنن. خیلی ها هستن، ببینید من نمیگم همه بدن، خیلی ها هستن که واقعا جای ستایش دارن، جای تشویق دارن، جای تشکر دارن و باید دستشون رو بفشاری و تشکر کنیم ازشون. واقعا استاد هستن و لایق استاد بودن هستن که این کلمه رو براشون بذارید. عزیزان من، استاد، کلمه استاد یک اسم نیست، یک واژه نیست، یک کنیه نیست، یک منهج هست، یک افتخار هست که نباید هر کسی رو صدا بزنیم، یا همون تاوه یا همون که رقیت شرعیه میگه هر کسی که میخواد بگه، اسمشون کار نداریم ما. خیلی ها کوچکتر از این حرفان ولی دارن صداقت میارن، دارن حرف واقعیت رو میزنن، دارن همون چیزی که بلدن رو میگن، نه اون چیزی که معلوم نیست چیه، یوگا و سر نمیدونم جبار و نمیدونم کلیسای حفار و نمیدونم مورچه خار و نمیدونم هزار تا بیمار و هر چی که دلشون میخواد به خاطر پول در میارن از مردم و گول میزنن مردم و مردم تا زمانی که بفهمن گول خوردن کلا خونه هاشون رو فروختن. یارو من اینی که داره حرف میزنه، ولان ویدیوشو براتون میذارم، اینی که داره حرف میزنه میگه من تو مرحله سوم بودم، بدبختای اون خرهایی که من دیدم میگن تا مرحله هشتم بودن، داشت میگفت هر مرحله هشتم و نهم. ببین این تا مرحله سوم گفت خدا تو من پول ازم برده، اون تو مرحله هشتم پس چقدر ازش برده؟ و خودتون عقلتون میزانتونه. عزیزانی که دنبال کننده کانال ما نیستن، دکمه سابسکرایب رو بزنن دنبال کنن. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید که به عزیزان بیشتری برسه و گول بعضی از شیادها رو نخورن. برام کامنت بگذارید که بسیار بسیار خوشحال میشم. ویدیو رو به اشتراک بگذارید اگر دوست داشتید و مخلص همتون هستم. استاد برهانم، مخلص همه و خدا نگهدار عزیزان من. که اینا به قول معروف یه سری چرندیاتی که دارن میگن و تو رو خدا گول نخورید. هیچ پولی بابت این چیزا به هیچ کس ندین. سطح 1 که میبینید با شاگردش برگزار میشه، میکائیل. سطح 2 با خودشه که از رو کتاب میخونه، 8 میلیون هم گرفت واسه همون. سطح 3 هم که برون فکنیه که انقدر توضیحات ضعیف و مزخرفه که حساب نداره که من سطح 3 اصلا برون فکنی رو انجام میدادم، لازم نداشتم، ولی چون میخواستم برم هند، برای دیدن استاد رفته بودم هند، به هند سفر کرده بودم.
بعد احضاری که استاد به ما داده بودن 14 روزه بود که من تقریبا یادم دقیقا روز 8 این اتفاق برام افتاد. استاد 14 روزه بهش داده بود. خب بعد خودش تقریبا یادش دقیقاً روز 8 این کار کرده بود. ببینم این انسیتویی که میگن این نمیدونم جایی که داره به چه صورته. به من خود استاد به قول معروف شیاد گفتن که باید بگذرونید. من اون کلاس گذروندم که هیچ چیز خاصی نبود. به قول معروف خیلی چرت و پرت. اونم براتون میفرستم. بعد از اون کلاس‌ها بسته شد، هیچ کس هند نرفته. به قول معروف اینا شیادی میکردن. بعدها همه اینا باز شد که گروه چت می‌ذاشتیم با دوستان که این استاد از هر کدوم چه اخاذیایی کرده، چه کارایی کرده، چه جوری پول گرفته. بعدها مشخص شد که همه دهناشون باز شد که اینجا بسته شد و فهمیدیم اینا همه دروغه. خیلی خیلی عالی. ولی آره میدونم همشون با همن دوست عزیز. ولی الان یکی از دوستام یه دونه ویدیو مثل اینکه ازش پیدا کرده بودن که فقط دست اون زرقات هست. یه نفر زنگ زده بود از طرف زرقات بهش که گفته بود الان برای دولت کار میکنه. اگر اینجوری شیادی میکنه که به قول معروف دستش با دولت، نتیجه شکایتتون به جایی نمیره. امیدوارم که به جایی برسه. امیدوارم که فقط مردم آگاه بشن. فقط آگاهی رسانی کنید. چون اینا کلاشی الان مثلا بچه‌ها که کسی رو داشتن به همون شماره حسابشو اینجور چیزا که به همون دکتر صدر برهانی که پولم به حساب اون ریخته میشه نزدیک 4000 خورده میشه میلیارد تو حسابش بوده. بعدم میگه 1000 تا هم اینجا گرفته، ترم 1 و 2 هم با هم میگیره 15 میلیون. دقیقاً چیزی معادل 1.5 میلیارد هم از اینا اخاذی میکنن. یعنی همش کلاهبرداریه. همه اینا مثلا کتابه. بعد که خودت میخونی اینا که همه جا هست. خیلی الان منو از توی گروه دانشجویان حذف کردن چون با 2 نفر صحبت کردم. دانشجویان دانش نوین عضو شدم که پیغام میذاشتم شما رو پیدا می‌کردم. حذف بلاک کردن منو. به هر حال خیلی جالبه که دیگه نمیتونم اطلاع رسانی بکنم. ولی شماها اگر اکسس دارید وارد سیستم بشید و پیغام بذارید، خودتون رو معرفی کنید و بهشون آگاهی رسانی. احصار کرد البته ایشون و احصار کردش اینجوری کردش که واقعا از عجیب ترین اتفاقای زندگی من بود این احصار که توی شهر بمبئی توی هند هم اتفاق. میدونم جهان سالها باید وقت بذاره تا عظمت استاد ما. آها ببخشید من اشتباه وصفش کردم، گفتم یه درجه بالاتر از خداست. این جهان باید سالها وقت بذاره تا بتونه عظمتشو بشناسه. ببخشید معذرت میخوام. رو بشناسه. در اونجا بود که فهمیدم استادم از طرف موجودات بالاتر برای هدایت انسان‌ها آمده. آخرین حرفش هم حرفی ندارم دیگه، شما قضاوت کنید دیگه چی گفت آخرش. و تناسخ سلیمان پیامبر هستن. برای همین در عالم بالا شاه صداشون میکنن و دارن وظیفهشون رو برای هدایت انسان‌ها انجام میدن. خورشید نبود اما آسمون رو میتونستی ببینی، یک آسمون کاملا روشن. خورشید نبود ولی آسمون میتونست ببینی. حالا مثلا ما وقتی شب باشه خورشید نیست آسمون رو نمیبینی. به دوستان عزیز، به اونهایی که هنوز کلاه سرشون نرفته و اونهایی که سرشون زیر برفه یا تو برفه. استاد گفتن چشمت رو ببند و بعد دستشون رو گذاشتن رو سرم. من یه حرکت حس کردم و وقتی چشمم رو باز کردم دیدم بالای هرم مصر هستیم. باور نکردنی بود. من موندم ساقی این کیه؟ با انگشتشون به آسمون اشاره کردن و گفتن تو با ذکر به خدا نمیرسی، با شناخت خودت بهش تبدیل میشی. بدون هیچ تعارف رو درواسی گفت یعنی تو میتونی خدا بشی. توجه کردید؟ از در خارج شدم دیدم خود بیرون تو حیاط قصر نشسته و همینجوری داره منو نگاه میکنه. بعد گفتش که دیدی من راست گفتم. بعد یک ضربه آروم به قلبم زد انگار. من یه مقدار آروم شدم و بعد دیگه خودم رو من توی اتاق خودم دیگه بودم. بعد هم خودم رو دیگه توی اتاق خودم دیگه بودم. اینه همین شخصی که هست که دنبالش میکنن 1 میلیارد نفر ادعای خدایی میکنه.